مهم وجود داره. یعنی این دو موضوع دو نقطه‌ایه که وقتی به هم وصل کنیم به یک خط میرسیم، اونم خط وزارت اطلاعاته. به عبارت دیگه اینا داره یک ریشه مشترک تو رژیم هستن و یک هدف واحد رو دنبال میکنن. اونم نیاز در اومدن از بنبسته که رژیم در سراشیب اضمحلال و سرنگونی به اون متشبث شده. یعنی همون که شما اشاره کردین، هر چه رژیم تو چنبره بحران‌های بیشتری فرو میره، بیشتر نیازش میشه که به این توطئه ها دست بزنه. چرا؟ چون که راه برون رفت خودش رو در گام اول در پیشبرد این توطئه ها پیدا میکنه. البته باید بگم که این مسئله رو فقط ما نمیگیم. این مسئله رو خود رژیم در درون خودش هم برای توجیه عوامل و ماموران مزدورای خودش خیلی واضح و روشن و رسمی مطرح میکنه. یعنی چیز پوشیده ای نیست. ببینید وزارت اطلاعات یک جمع‌بندی از فعالیت‌های سال 85 خودش در سر خطایی که به عنوان دستورالعمل برای سال 86ش درآورده به ماموراش ابلاغ میکنه. تو همین جمع‌بندی به وضوح و به روشنی به ضرورت تلاش برای جدا کردن اعضا و هواداران از سازمان مجاهدین تاکید میکنه. در قسمتی از جمع‌بندی پایان سال 85 وزارت بدنام آمده است: سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی غرب درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان نقش بسیار مهمی در مشوه جلوه دادن این فعالیت‌ها داشته است. بنابراین تشریح مشکلات این گروهک تروریستی در واقع نقش مهمی در تنویر افکار عمومی داخلی و خارجی و اثبات وابستگی‌های اعضای آن دارد. وزارت اطلاعات آخوندها سپس با اذعان به این که آنچه از زبان عوامل رژیم گفته می شود هیچ شنونده‌ای نخواهد داشت، بر استفاده از مأموران خود تحت عنوان اعضای سابق تاکید کرده و راهکارهای خودش را از جمله چنین ابلاغ کرده است: 1. تهیه برنامه‌هایی با استفاده از صحبت‌های اعضای سابق و نشان دادن آن که این افراد همکنون در ایران آزادانه مشغول زندگی هستند. 2. نشان دادن تناقض در فعالیت‌های سازمان با استفاده از رادیوهای برون مرزی با هدف مخاطب قرار دادن اعضای سازمان مجاهدین خلق و دعوت از این افراد برای قطع همکاری با این گروهک. به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که اولا رژیم آخوندی فعالیت‌های مجاهدین رو تهدید اصلی و عامل به بنبست رسیدن تلاش‌هاش از جمله برای کسب سلاح هسته‌ای می‌دونه. سلاحی که براش سپر استراتژیک و وسیله ادامه بقا به حساب میاد و به همین دلیله که راه برون رفت رو هدف قرار دادن تشکیلات مجاهدین اعلام می‌کنه. خانم نسب‌زاده در توضیحاتشون گفتن که تلاش‌های آخوندها برای کندن حتی یک مجاهد از شهر اشرف و وادار کردن حتی یک هوادار مجاهدین و پناهنده سیاسی در کشورهای مختلف به بازگشت به ایران وجوه مختلف یک توطئه است و از ایشون خواستیم که اگر ممکنه در این مورد توضیحات بیشتری بدن. خوبی که باز هم به سایت‌های وزارت بدنام نگاهی بکنیم. ماموران اطلاعات خودشون توضیح دادن. مثلا تو همون جمع‌بندی نیمه فروردین 86 که اشاره کردم، یعنی بعد از همین جمع‌بندی که گفتیم مربوط به سال 85 بود، تو یکی از سایت‌های اطلاعات این توضیحات رو خطاب به مامورای مستقر تو خارج کشور وزارت بدنام می‌بینیم. موضوع هدف از پرداختن به سازمان است و اینکه به دنبال چی هستیم و همچنین طرح این سوال که مهمترین مسئله‌ای که در خصوص سازمان باید به آن پرداخت چیست و چگونه باید به آن پرداخت. در حال حاضر سایت‌های فراوانی درست شده‌اند که از دید انتقادی به سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت می‌پردازند. اما مسئله سر چه باید کرد است
نوشتن و سایت درست کردن و حرف زدن و سمینار گذاشتن خوب است ولی کافی نیست و تأثیری که باید بگذارد را نخواهد گذاشت. باید برای انجام این تغییرات از اهرم‌های بین‌المللی و سیاسی استفاده کرد. البته در این خصوص به اقدامات عملی مؤثر نیاز است. سازمان مجاهدین خلق به هیچ قیمتی حاضر نیست تا قرارگاه اشرف را از دست بدهد. باید به نحوی توجه مجامع بین‌المللی و حقوق بشری رو به مناسبات فرقه‌ای سازمان مجاهدین خلق و تهدیداتی که از این بابت متوجه اعضا و خانواده هاست معطوف کرد. باید همچنین تابع شدن مسافرت ایرانیان به داخل کشور را شکست و این حصار را که سازمان مجاهدین خلق عمدن برپا کرده است برداشت. بنابراین وقت آن رسیده که به اقدامات عملی هماهنگ پرداخته شود. پس اقدامات هماهنگ از جمله تو خارج کشور در قبال هواداران مقاومت ایران و در داخل ایران فشار به خانواده‌های مجاهدین اشرف به طور هماهنگ مورد نظر وزارت بدنام اطلاعاته. به دنبال همین خط و خطوطه که مامورای کثیف اطلاعات در داخل ایران خانواده‌های مجاهدین اشرف رو با تهدید و ارعاب و تطمیع و مطرح کردن اطلاعات دروغین و دروغ‌های نگران کننده نسبت به وضعیت فرزندان یا بستگانشون تحت فشار قرار میدن تا این فشار به مجاهدین منتقل بشه. شاید بتونن یک نفر رو و حتی یک نفر رو از اشرف جدا بکنن. این اقداماتی که بهتون توضیح دادم تا هفته‌ها و حتی روزهای اخیر هم جریان داشته. روش‌های بسیار کثیفی که در هیچ کجا سابقه و نمونه نداره و فقط خاص آخوندهای دین فروشه. خوبه که در اینجا به عنوان نمونه به توضیحات یکی از مجاهدین اشرف که خودش موضوع این فشارها و توطئه‌ها قرار گرفته گوش بدید. بعد از جنگ آمریکا با عراق شرایطی پیش اومد که رژیم آخوندی از این شرایط سوء استفاده کرد و خانواده ها را به اشرف فرستاد. بعد از اون تاریخ خانواده من 5 بار به اشرف آمدن. آخرین بار 19 بهمن 84 برادرم مجتبی به دیدن من آمد. در صحبت با او متوجه شدم وزارت اطلاعات 1 هفته برده بودش تهران، خوب توجیهش کرده بود که بیاد اینجا به خیال خام خودش زیر پای من خالی کنه. در ملاقاتی که با مقامات آمریکایی مسئول حفاظت اشرف داشتم، همین صحبت‌هایی که با شما کردم مفصل براشون توضیح دادم و به اونا گفتم که هر موقع من با خانوادم تماس میگیرم باعث فشار بیشتر وزارت اطلاعات روی خانوادم میشه که اونا هم از گفته من تعجب کردن. البته که توضیحات مجاهدین شهر اشرف که خودشون موضوع چنین توطئه‌هایی هستند فقط افشاگر توطئه‌ها نیست، بلکه در هم کوبنده این زائده‌های بدنام هم هست. حالا سوال دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که اون اقدامات عملی هماهنگ که در سایت‌های اطلاعات هم بهش اشاره شده بود کدوم هاست؟